امروز وقتی خواهر کودک تولد میکند خرسندی حد و کنار ندارد، چی از جانب پسردار باشه چی از جانب دختردار، همه یک باره در رقص و بازی می‌درآیند. خوشحالی پیش خدا شکرانه که فرزند عطا کرد. بعدش ببینید اندک نگذشته وقتی همین طفل رو از خاندان مادرش به خاندان پدر باید ببرند، چقدر گپ و گپچه است. این بخر که اون خودرو بخر که بس هر چیزی که باشد برای تو، این بخر اون بخر، میان خاندار میشکند، مصرفش بالاتر از روز تویش میشود. بله. مجبور است به هر در بزند، قرض کند. یعنی شکستن میان خاندان. همین عقل انسان است، همین عقل امروزه است. مردم به کار برده شدند. البته بعضی از طایفه مردم، وقتی مردم میگیم منظورم کسانی هستند که عقل سازش و کلین رو ندارن. تو باید این بیاری، دختری بیچاره چیکار میکنه؟ به خاطری که آب و روش در خاندان شوهرش کم نباشد، کاسته نشود، چون زمانه همین است و زمینه رو چنین ساختند برای گردنش کج نشه. اگه پدرجان بخر، اگه مادرجان بخر. وقتی از حد زیاد میگذره دیگر پدر را گفته نمیتواند اگه مادرجان من کار ندارم، مرا در نزد خشور و خشتامانم کم نیارید. افسوس است. افسوس در کجاست؟ چرا انسانی زندگی نمیکنی؟ افکارت سالم کن. افکارت احساس تا به تنظیم می‌دارد. افکار و احساسات که به تنظیم دارد رفتارت خوب میشه. و کیانه زدن، طعنه کردن، ملامت گفتن، تحقیر کردن اصلا نه تنها کلین یا داماد کسی را ممکن نیست. در حدیثی آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میگه که هر کسی از کسی عیب میگیرد، مسخره میکند، مذاق میکند، طعنه و ملامت میکند، نمیمیرد تا در همین روز خودش گرفتار نشود. همین کسانی که با جزئیات تکیه میکنند، خانه را تلخ میکنند، نیش میزنند، کیانه میزنند، عاقبت ناخوب دارند. به قدر این گوهر خانه نمیرسند. این یک روز از بین میرود. در صد گوهر دیگر که بیارن برکت نمیآورند. همیشه تشه برایشه یک عمره. اینا رو من در اصطلاح خودم گرسنه های یک عمره میبینم. گرسنه عمره یک عمر گرسنه دسترخوان است، گرسنه مواد است، گرسنه نان است. عقل و اندیشه و تفکر سالم ندارد که سازنده شود، راحت روح و جانش رو ببیند. آدم باید شکرگزار باشد. هر نفس شکر کن. در تعلیمات اومده است اگر کسی را امروزش از دیروزش خوبتر باشد بهترین انسان است. کسی امروزش از دیروز بدتر باشد بدترین انسان است. این خوبتر و بدتر در چی است؟ از نگاه مادی و معنوی. یعنی یک کلمه است. اگر امروز نسبت به دیروزت شکرگزارتر باشی خوش به حالت. اگر امروز نسبت به دیروز کم شکر گفتی وای بر حالت. این مضمون شبیه است. شکر نعمت نعمتت افزون کند ورنه گوی از کفت بیرون کند.